با مقصد عملی نمودن سیاست فرهنگ‌پرورانه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و تطبیق هدف و برنامه‌ها در سمت بلند برداشتن فرهنگ کتابخوانی در ناحیه وخش، دور دوم آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است با شکوه و شهامت خاصه برگزار گردید. در آزمون مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی، نمایندگان ساحه معارف ولایت و ناحیه، کتابداران، داوطلبان و والدین آنها اشتراک نمودند. امروز در ناحیه ما آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است دور ناحیوی رفته ایستاده است. در دور مؤسسوی 5050 نفر خواننده از روی 4 نامیناسیون اشتراک نمودند و طریق درخواست و دور ناحیوی 786 نفر را خط گرفتند. امسال خوانندگان به نهایت در این آزمون از سال گذشته زیادتر جلب شدند. سال 2025 از طرف رئیس ولایت ختلان سال فرهنگ کتابخوانی اعلان شده است. ما مسئولین را وادار نمود که ما در این آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است با خوانندگان بیشتر و خوبتر کار نماییم و فعالیت خوب نشان دهیم. طبق اطلاع کمیسیون تدارکات در دور اول آزمون بیش از 5000 نفر از طبقه های گوناگون جامعه، خوانندگان، دانشجویان، آموزگاران، خادمان ساحه‌های معارف، فرهنگ، طب و دیگر بخش‌ها اشتراک نموده مهارت بلند خوانش کتاب، تحلیل اثرها و محاکمه مضمون و محتوای آنها را نشان دادند. از میان آنها 786 نفر با گرفتن خالهای بلند به دور دوم یعنی دور ناحیوی را خط گرفتند. منتداری صمیمانه خویش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی و پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان میرسانم که برای ما خوانندگان آزمون‌های سطح جمهوریوی از قبیل علم فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من و فروغ صبح دانایی کتاب است را اعلان نموده است. امروز ما در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک ورزیدیم و من از روی نمینت ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک ورزیدم و باوری کامل دارم که در دور دوم این آزمون سزاوار جای گردیده در دور ولایتی فعالانه اشتراک می نمایم و در سطح جمهوری باشد جایزه را حتما صاحب می گردم. سالی هفتم است که با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کشور آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است راه اندازی گردیده از جانب اهالی دستگیری وسیع پیدا کرده است. اشتراکچیان طبق شرط‌های آزمون در بخش‌های گوناگون از جمله نظم و نثر کلاسیکی، ادبیات معاصر تاجیک، ادبیات جهان، خوانش اثرهای بچگانه برای راهخط به دورهای بعدی مهارت خویش را منظور هیئت کمیسیون آزمون نمودند. من در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نمینت ادبیات کلاسیک اشتراک میکنم. من زیاده از 100 غزل، 120 رباعی، 150 بیت داستان، دیگر نوعهای شعری، مخمس، مسدس، ترجیع‌بند، ترکیب‌بند و کتاب‌های نثری روایتی، توتی‌نامه ضیاءالدین نقشبی، قابوسنامه عنصرمعالی کیکاووس، گلستان، بهارستان را نیز از خود نمودم. ما جوانان آینده ساز ملت می باشیم. شکرانه از آن می کنیم که در چنین وطنی آباد و زیبا زندگی می کنیم. طبق اطلاع مسئولین برگزاری چنین آزمون‌ها نه تنها فرهنگ مطالعه و محبت به کتاب را در بین ساکنان بلند می‌بردارد بلکه امکانیت می‌دهد تا استعدادهای نو را دریافت و هوسمند گردانند. اعضای حکمان دانش و جهانبینی فراخ، ملکه تحلیل و طرز بیان اشتراکچیان را در روند برآمدشان بهاگذاری نمودند. من باری اول است که در آزمون فروغ صبح دانایی از روی نامیناسیون کلاسیکی اشتراک می نمایم. من زیاده از 100 غزل از شاعران کلاسیکی، زیاده از 130 رباعی و نوعهای دیگر شعری از قبیل مخمس، قطعه، مسدس، ترجیع‌بند، ترکیب‌بند و امثال اینها را از خود نمودم. بنابراین زیاده از 500 بیت از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی می‌دانم. قید کردن به مورد است که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است با اقدام بی‌واسطه پیشوای ملت تشکیل گردیده امروز به یک حرکت بزرگ معرفتی در سراسر کشور تبدیل یافته است. طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ینوار سال 2025 با نظامنامه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است تغییر و الهه‌ها وارد گردیده. در سال 2025 نمونه ایجاد نظم و نثر طبق خلاصه و پیشنهاد کارشناسان از نظامنامه بیرون کرده شد. بر زمین این مکافات پولی برای غالبان آزمون 2 برابر زیاد کرده شده. مبلغ عمومی برای برگزاری و قدرشناسی غالبان آزمون 6 میلیون و 670 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد.
ҳамзамон дар асоси қарори раиси вилояти хатлун барои баргузор намудани даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст 463670 сомонӣ муайян гардидааст ки ин ҳавасмандии иштирокчиёнро бештар менамояд. ҷумъахон бобохунзода, эмомалӣ шарифзода, намузали эргаш, ноҳияи вахш ахбор. چراغی رهی آینده است سوز اقبال نماینده